ویدیو جدید که توی ویدیو قرار پشماتون دوباره بریزه. یه ولاگ جدید، آخرین ولاگ فکر کنم یه سال پیش ضبط کرده بودم با همین سیس و تیم. ولی چیزی که امروز خیلی متفاوت میکنه این ولاگو که یه ریولوشن داریم ما اینجا، کاری که هیچ یوتیوبری تا حالا ندیدم که انجام بده توی چنلش. و من از اونجایی که همیشه اولینم، از اونجایی که همه ولاگ ضبط میکنم، منم باید ولاگ ضبط کنم و توی چنلم ولاگای زیادی باشه و از این به بعد میخوام ولاگای بیشتری براتون ضبط کنم. ولی فرق این ولاگ اینه که ما موضوع نداریم، یعنی فول سورپرایز قراره بشین. هر دقیقه ولاگ قراره سورپرایز بشین و مهمونای جدیدم داریم. بذار من براتون مهمونای جدید نشون بدم. یه ولگرد توی تبریز پیدا کردیم و ازش به عنوان یعنی استریپره. ولگرد شماره 2 از هموطنان گرامی، هم شهروندان. رضا Who is this? استریپر شماره 2. من شیکان بال. این گیه استریپره. This is Amir Hossein. Yeah, this is Amir Reza Ahmed. من خودم نمیدونم کجا هم با هم میفهمم. منم همونم چه یه روز میخواستم دریا بشم. ما نمیدونیم الان چه پاساژیم کجاییم. همینجا اومدیم، فقط اومدیم اینجا. هوا بیرون گرم، اومدم سرما. کفش لباس کار کرد پشما. میبینی این پاساژو من خودم عکساتو خریدم. با پول شهباز بابام نخریدم. شهباز باباش قبلا مدیر عامل تسلا بود. بیا بریم. اوه بچه ها، اگه میخواید ویدیوی دزدی از مغازه تلافروش رو ضبط کنیم، لایک ها رو به 1000 برسونید. اوه کجا داریم؟ خوام برم با اون یاد بدم چجوری با دوربین کار. یه عکاس عکس میگیری. داشت داری اشتپ میزنی، اونجوری نباید بزنی. بریم واقعا کمک کنیم بهش. بریم ایسکاشون کنیم. نظر بهتری داریم، بریم دوربینش رو بدوزیم. آقا جانم آقا هادی دوربینش بشه. I believe I can fly. اینا بارکد اسکن کنید. اسپانسر مهمه. اسپانسر امروزمون. از کجا بریم داشت؟ What the fuck؟ این مرد چیه میزه؟ این مرد؟ آره بریم بیرون دیگه. آره نه این ور بود، این ور. آقا زلال گرم میشه. اینم موهاش باشه. ما گرم. بیا بریم بگیم از منم عکس میگیری. از این طرف رایگان نمیگیره. اون جلا هادی اون رایگان نمیگیره، وقت واسه داده. خیابان. نه نزدیک حاجی شو با هم بریم. دوستامو تو هم میتونی دوستاتو بفرست. یه دونه 3/4 باید از خودم بندازم. من عکاس 3/4 ها تولیم، بعد از خودم عکس ندارم 3/4 چون خودمو نمیتونم عکس بندازم. منطقیه. تراکتور. نه منم فیلم بردار بدبخت. بذار از اینم یکم بگیرم، تو همش هستی. حرف بزن یکم از زندگیت بگو. زندگی اوریج جوان ایرانی. اوریج جوان ایرانی 14 پرو مکس داره، تو آدهس داری. هوا گرمه. بله نماد تبریز رو می‌بینیم. آقا سلام میدونستی از اون ساعت 2 تا تو این دنیا هست؟ بله حالا اون ساعتی که اون بالاست موتورش با ساعت بیگ بن یکیه. اونی که توی انگلستان و لندنه یکی.
به شدت خوشگله ساعتش خرابه. و رضا شاه اینو با 200,000 تومن ساخته کل این بنا رو. و فقط این نیست تا اون پشت اون درخت و اینا تا اون ور ادامه داره. و حالا اگه مایل باشید یه ولاگ دیگه است بریم جای سورپرایز بعدی. نمیدونم دارم ازشون ویدیو میگیرم. اینجا هوا سرده. خاطر سرما شد. همینو بس سواش ماشاءالله. اوه میگیم اون یکی رو سوار شیم خیلی. 20 دقیقه دیگه میاد. 20 دقیقه. 20 دقیقه دیگه نمیاد. یک ربع دیگه 20 دقیقه. 12 دقیقه. خیلی باهوشی. من میخوام یک رو وقتم اونجا صرف. بابا بیا سواش. ایستگاه بعد ایستگاه ویلچری. لطفاً وسایل شخصی خود را فراموش چه نکنید. جالب اصلا ویلچر نمیاد پایین آسانسور نداره. Revolution of Tab. تکنولوژی باخ. یکی از پارت های سورپرایزشنه ولاگ. من از دست این نجات بده. میبرمت قایق بریم. پولش هم خودت باید. روزگار عادی در تبریز. خب اینا مثلا بستنی بابا هوا گرمه. مثلا من کانتنت از اون بهتر داریم واقعا. آفرین پسرم. آلودگی 90% هوای تبریز به عهده موتور اونه. بریم آگاهاتی برامون متال بزنیم. ساعت 1. ما هیچ کدوم ساعت نداریم. اون موقع که پول داریم خدا بهمون الهام میکنه. من از آقا رضا پول دارترم چش دارم. هیل پاد. بابا هیلز رود. ما اینجا هلسمونو باید چند کیلویی؟ 70. بیا منو بلند. پاشو بریم. بشین. خب علی صف کنین. بذار من برات بزنم. چاک سینه در میاریم. نکن. خب نه پاهاشو بگیر بالا. خب بیا جلال بیا. بله بیا. من وزنم دست زیاده. تو بده. برنده. خاک شد. آقای نولان چند بار با من تماس گرفت شخصا. گفت بیا کار ویلمبرداری اوپنهایمر رو بگیر تو استعدادت خیلی بالا خوبه. ولی من چون عاشق کشورم هادی رو دوست دارم درخواست هادی رو قبول کرد. از کجا داری میگی؟ آقای خوندن کتاب علاقه داری؟ نه. آب داره هدر میشه. بعد میگن آب
هدر نمیشه اسموز معکوس میشه میاد تو خیار از همون آب میگیره میده بالا دوباره از همون آب میگیره آب قاطی هوا میشه میره آمریکایی استفاده میکنه بله اونا ماهی همش اول ویدیو بهتون گفت پره ماهی ایه bayram balığı. Hoş çok geçerli namus. Let's go. Daş دوستاتو پیدا کردیم. نمیتونم. سیسیرم مثلا. اونو. Here. گرمی. برو دست بزنیم به صورت نیل. خوبی؟ Nope. آدم گشنمه یکی رو سرگرم کنیم مثلا مغازه دار و غذا رو بدزدیم فرار We have tablets here, you guys. Shahbaz hidden I'm in love with you. What is love? Baby don't hurt me Don't hurt me باش ترسناک شد جریان ترسناک شد سابسکرایب هم کنیم مانتایز بشیم دوربین بخریم آواز سر نمیتونیم توی بانوانی خانوم I have no rules اونقدر گفتن گشنمه رفتم غذا خریدم براش نظرتون در مورد من غذا کارت کشیدم این آدم با 15,000 تومن اومد غذا خورده مترو سوار شده همه کار کرده هنوزم 15,000 تومن چون این خرج کرد بیزنس همش رفت و منم به صورت اقساطی 6 ماه پرداخت میکنم که دوره بر ماهی 30,000 تومن میفته خوبه هادی شرایط اقساطیش خیلی حتما به پیزشون سر بزن سابش کنید اینو یادم رفت همین الان حساب کنیم ساب کنید به ما هم پول میده میریم پیتزا میخوریم uzaq dur şo bad bia ویدیو امروز چیه؟ خوش اومدیم به ویدیو که یکی تیم ویدیو قرار پشمتون بنویسید داریم میریم من و این داریم جدا میشیم واو اصلا نپرسین از من که الان چرا من اینجام و یهو خونم و اصلا امیر حسین و امیررضا چی شدن و الان چه اتفاقی افتاده من فقط توی خونه یه جای پیدا کردم که نورش اوکی باشه من بتونم ویدیو بگیرم چون ساعت 7 بعد از ظهره الان نباید الان خونه بودم الان باید توی ولیعصر تبریز ویدیو رکورد میکردیم از اونجایی که آیه امیررضای عزیز
قرار بود پاور بانک بیاره و دمش گرم که نیاورد. گوشیامون باتریاشون دد شد و بالاخره امیدوارم از این ولاگای سورپرایزی خوشتون بیاد. بعضیا حال ندارن برن بیرون، دوست دارن که ولاگ بیرون رفتن بقیه رو نگاه کنن. من از جمله از اون آدما هستم و اگه خواستین از این ولاگا بیشتر براتون رکورد کنیم حتما توی کامنت برام بنویسین. لایک این ویدیو یادتون نره، سابسکرایب هم یادتون نره که ما داریم مونتایز میشیم. 230 تا سابسکرایب. تا ولاگ بعدی میبینمتون.